یک وقتی نظام جمهوری اسلامی و ملت ایران رو به حمله نظامی و به جنگ و این چیزا تهدید میکردن، حالا هم گاهی میکنن، نه اینکه نمیکنن. چیزا تهدید میکردن، حالا هم گاهی میکنن، نه اینکه نمیکنن. اما خودشون میدونن که این کار براشون چقدر خسارت داره و من حالا میگم این مسئولین آمریکایی برای اینکه کارهای خودشون رو پیش ببرن همیشه اینجوره، نه با ما، با همه دنیا زبان تهدیدشون همیشه باز، تهدید میکنن، اما خودشون میدونن که این کار براشون چقدر خسارت داره. یک ملت بیدار، یک ملت دارای اعتماد به نفس، یک ملت عازم و مصمم به این تهدیدها اعتنایی نمیکنه. مسئولینش هم همینجور. آمریکایی ها بدانن اگر تعرضی به ایران اسلامی بکنن، ایران اسلامی به منافع اونها در هر نقطه عالم که امکان داشته باشن لطمه وارد. ما اون آدم‌هایی نیستیم که بنشینیم کسی ضربه بزنه جواب ضربه او رو ندیم. ما اهل صلحیم، اهل آرامشیم، تعرض به کسی نمی‌کنیم. دلیلش هم واضحه. ببینن ما با کدام کشور حمله کردیم، ما با کدام کشور جنگ شروع کردیم، ما کدام کشور رو تهدید کردیم. ما اهل این چیزا نیستیم، اما اهل این هستیم که اگر کسی ضربه‌ای بزنه ضربه او رو با 2 چندان شدت پاسخ بدیم.